دوستان سلام، به پادکست فصل به فصل خوش اومدید. ما تو پادکست فصل به فصل در مورد خلاصه کتاب‌های مختلف صحبت میکنیم. پریوش جان سلام، خوش اومدی به پادکست فصل به فصل. امروز قرار هست در مورد چه کتابی صحبت کنیم؟ سلام فوزیه جان و سلام به همه کسایی که پادکست ما رو میبینن. امروز قراره درباره کتاب اضطراب موقعیت یا اضطراب منزلت نوشته آلن دوباتن صحبت بکنیم. خیلی عالی، مشتاقم که هر چه زودتر خلاصه کتاب بشنویم. دوست دارم که قبل از اینکه شروع کنیم به کتاب اول در مورد اضطراب موقعیت یا همون اضطراب منزلت صحبت بکنیم که اصلا چی هستش. اضطراب موقعیت یعنی اینکه شما فکر میکنین که اونطوری که باید در نظر دیگران خوب به نظر نمیرسین و اون جایی که باید نیستین در جامعه و نسبت به جایگاه خودتون و دیدگاه بقیه نسبت به خودتون مضطرب هستین. همش احساس میکنین که به اندازه کافی خوب نیستین. حالا این اضطراب موقعیت چجوری شده که زیاد شده؟ من فکر میکنم که خیلی از آدم‌ها این حس‌ها رو دارن و این اضطراب رو دارن در جوامع مدرن امروزی. در زمانهای قدیم که خب شایسته سالاری نبوده این اضطراب کمتر بوده چون تغییر وضعیت به دست خودمون خیلی آسون نبوده. اما از وقتی که شایسته سالاری وارد جامعه شده اینطوری شده که آدم‌ها به همدیگه میگن که شما اگر به جایی نمیرسی، شما اگر اون موفقیت که میخوای به دست نمیاری، به خاطر اینه که خودت تلاش نمی‌کنی، چون امکانات برابر وجود داره و اگر که شما بخوای میتونی برسی. و این طرز فکر باعث شده که یک اضطرابی در ما به وجود بیاد و همش احساس بکنیم که ما داریم اشتباه میکنیم و ما ضعف داریم. و حالا این یک جای داستانه که کم کم در دنیای مدرن بیشتر شده. حالا با بیشتر شدن این ما شروع کردیم به مقایسه خودمون با بقیه و آدم ها معمولا هم البته خودشون رو با اطرافیان نزدیکشون مقایسه میکنن، با جامعه‌ای که توش هم مقایسه میکنن. سر همین مقایسه دوباره یک اضطرابی به ما به دست میاد. مثلا شما میای خودت رو با همکلاسی دوره دبیرستانت مقایسه میکنی و بالاخره یه سریا هستن که از تو در جایگاه بهتری هن. و شما مضطرب میشی که چرا من مثلا به اونجا نرسیدم، نکنه من به اندازه کافی موفق به نظر نمیرسم. و این هم باعث میشه که شما حس بدی به خودت پیدا کنی و روی عزت نفست هم تاثیر میذاره و باعث میشه که کاهش پیدا بکنه. حالا فوزیه جان، همونطور که گفتم رفته که خب جوامع پیشرفته تر شدن، اصلا این مقایسه هم شکل دیگه ای گرفت. یعنی دیگه آدم ها به خاطر اون نیازهای اولیه‌شون تلاش نمی کنن. یعنی نان و مسکن و این چیزهایی که شما میتونی باهاش به راحتی زندگیت رو ببری جلو رو داری، ولی بازم حس بدی نسبت به خودت داری، چون که دوستت همسایت یه ماشین خیلی بهتر داره، یه شخص دیگه ای سفرهای خیلی لوکس‌تری میره و تو همش میگی که چرا من نباید اینو به دست بیارم. و این چرخه هم تمومی نداره. یعنی شما هرچه بیشتر میبینی و هرچه بیشتر به دست میاری بازم دوست داری که بیشتر به دست بیاری و این یک اضطرابی در ما ایجاد میکنه. یکی از دلایلی هم که باعث میشه که ما باز اضطرابمون بیشتر بشه در جوامع کنونی کمرنگ شدن دین هستش. چون که توی دوران حالا قدیمی تر که دین خیلی این باور مذهبی خیلی قوی تر بود، مردم معتقد بودن که ما حتی اگر که در این دنیا به چیزهایی که میخوایم هم نرسیم، اگه آدم خوبی باشیم میتونیم در جهان بعدی برسیم. اما الان که این باور یه مقدار کم رنگ تر شده، آدم ها میخوان که هر آنچه که میتونن رو اینجا کسب کنن و خیلی دنبال این نیستن که من اگه باشه آدم خوبی باشم حالا اشکال نداره اگه مثلا فلان چیزو ندارم، مهم اینه که در آخرت سربلندم. دیگه این طرز فکر هم کمتر شده و این هم یک اضطرابی ایجاد کرده.
تا اینجای کار اگه دقت کرده باشی فوزیه، اکثر اون چیزهایی که باعث میشن ما مضطرب بشیم وابسته به اطرافمون هستن. یعنی ما نگرانیم که بقیه راجع به ما چه فکر میکنن و اینه که اضطراب رو بیشتر نکنه بقیه بگن من به اندازه کافی موفق نیستم، فلان نیستم و اینا. یعنی فکر کنم ستون اصلی این اضطراب اینه که ما نگران افکار بقیه نسبت به خودمون هستیم، جامعه و بقیه اطرافمون. یه مورد آخری هم که وجود داره و باعث میشه که ما به اون چیزهایی که میخوایم نرسیم ولی بهشون هیچ توجهی نمی کنیم، عوامل بیرونی هستش که به خاطر اینکه به اینا توجه نمی کنیم هم ما استرس میگیریم. مثلا چی؟ مثلا شانس، مثلا جایی که توش به دنیا آمدیم، مثلا اتفاقایی که مثلا توی 1-2 سال اخیر برامون میفته. ببینین آدم ها وقتی که به یه شکستی میرسن معمولا فقط خودشون رو سرزنش میکنن، ولی مسئله اینجاست که گاهی وقتا اصلا از دست ما خارجه. ممکنه که شما همه کار کرده باشی و بهترین خودت باشی ولی فقط اونجا باید شانسی بیاری. این چیزیه که توی جوامع امروزی خیلی منکرش هستن، اینکه ممکنه که شانس مثلا تاثیر بذاره، ولی واقعیتیه که وجود داره و توی زندگی خیلی ها تاثیر میذاره. و این عدم توجه به بدشانسی و یا اینکه چه بدونم خب موقعیت بدیه، عوامل بیرونی تاثیر میذارن روی زندگی ما، این هم باعث میشه که ما مضطرب بشیم چون دلیل همه چیز رو در خودمون میبینیم. پریوش اگر بخوام جمع‌بندی بکنم تا اینجا، فکر می‌کنم یکی از علل اصلیش این شد که ما فکر می‌کنیم که ما فقط خودمون تاثیرگذار هستیم توی موفقیت و شکستمون و خودش برای ما یک اضطراب بیشتری رو میاره این قضیه. مورد دیگه‌ای که اشاره کردین هستش که خودمون رو میایم با دیگران مقایسه می‌کنیم و حس می‌کنیم هر آنچه که دیگری داره ما هم باید داشته باشیم توی هر زمینه‌ای. بعد بحث ایمان رو مطرح کردی، چون ایمان خودش یک مقدار از اضطراب رو میکاهه، چون به یک قدرت برتری اعتقاد داره یا به یک دنیای پس از مرگی اعتقاد داره که ممکنه خب بهتر از اون چیزی باشه که فرد الان داره. و مورد آخرم که کلا برای هممون فکر می‌کنم صادق هست اینه که فکر دیگران و نظر دیگران در مورد ما خیلی اهمیت داره برامون و این باعث میشه که ببینیم که خب دیگری در مورد من چه فکری میکنه. و اگر تا الان فکر می‌کنم بتونیم جمع‌بندی بکنیم، چند موردی هستش که باعث میشه ما اضطراب موقعیتمون خیلی زیاد باشه، مخصوصا در دنیای مدرن. بله درست. راه حل دیگه که به کمک ما اومده هنر هستش. تا همون تقریبا دهه 1800 هنر خیلی جدی گرفته نمیشد، اما واقعیت اینه که هنر همیشه به کمک بشر میاد که حالش رو بهتر بکنه. یه تایمی نقاش‌ها شروع کردن به جای نقاشی کردن از اشراف‌زاده‌ها، نقاشی کردن از چیزهای خاص، شروع کردن به نقاشی کردن از چیزهای رندوم، چیزهای عادی در زندگی مردم عادی، که بگن که عادی بودن چیز بدی نیست و اینها هم قشنگن. و این مثلا یکی از اون تلنگرهایی بود که دوست داشتن به مردم بزنن نقاش‌ها. یه تایم دیگه اگه بخوایم در مورد هنر دوباره حرف بزنیم، مثلا ما وقتی در مورد تراژدی حرف میزنیم، این هم باز یه کمکیه برای ما مردم. چرا؟ چون که توی تراژدی معمولا اون شکستی که فرد میخوره اینطوری نیستش که ما بگیم عجب آدم دست و پا چلفتی بود که شکست خورد. همیشه اولا که ما یه مقدار همزاد پنداری میکنیم و همین که اون شکسته نتیجه یه سری اتفاقاییه که از بیرون هم تأثیر گذاشته و اون تراژدی رو شکل داده و مربوط به خود اون فرد نیست. و این میخواد بگه توی زندگی عادی ما هم اینطوریه. وقتی که ما یک شکست رو تجربه میکنیم لزوما به خاطر بی‌لیاقتی خودمون نیست. کلا هنر خیلی کمک میکنه به ما. حالا من نمیخوام زیاد وارد جزئیاتش بشم، ولی برای آرامش ما خیلی کمک میکنه. و مورد بعدی هم که دوباره هستش دین هستش. همونطور که گفتم در زمانهای قدیم چون آدم‌ها فکر می‌کردن که اگر که آدم خوبی باشن عاقبت خیلی خوبی دارن، این کلا یک آرامشی بهشون میداد. مخصوصا قشر کم درآمد، اصلا کلا آدمای با ارزشی بودن، کسایی که حتی پول کمی داشتن ولی خیلی با ایمان بودن، آدم‌های با ارزشی بودن و هم منزلت خوبی داشتن، هم این که خودشون دلشون آروم بود. حالا اینم یک راه حلی بود که به بشر کمک کرده در طول این سالها به خاطر برای کاهش این اضطراب.
راه حل بعدی این هستش که ما به سیاست توجه بکنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. واقعیت اینه که معمولا توی جوامع ارزش‌ها و اون خوب بودن یا بد بودن رو یه سری ایدئولوژی‌ها تعریف میکنن که شاید ما خودمون متوجه نباشیم ولی اینجوری تحمیل میشن به آدما. به عنوان مثال میگم بعد از همین شایسته سالاری اینطوری بود که آدم‌هایی که حتما موفقن، یعنی به جاهای خیلی خوبی رسیدن، آدمای با ارزشی هستن. اما مسئله اینه که اولا این ایدئولوژی ها لزوما درست نیستن و ممکنه که با گذشت زمان عوض بشن، مثل همون خب طرز فکری که اصلا در مورد زنان بوده و انقدر عوض شده و خیلی 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 چیزهای مثالهای دیگه ای که نشون میده ایدئولوژی ها لزوما درست نیستن. مورد بعدی این که یه ایراد بزرگی که طرز فکری که مثلا الان در جامعه های شایسته سالاری وجود داره اینه که موفقیت بسته به خود افراد داره. اما اینطوری نیستش. مسئله اینجاست که ثروت همچنان نقش بسیار بزرگی در موفقیت افراد داره و خیلی از آدم‌هایی که خب ثروتمند هستن به جایگاه‌های خیلی بهتری رسیدن. مثلا ممکنه یک کسی خیلی باهوش باشه ولی ثروتی نداشته باشه و نتونه رشد کنه. یک کسی خیلی باهوش باشه و پدرش ثروتمند باشه و بتونه با اون ثروت خیلی رشد خوبی داشته باشه. پس همچنان ثروت خیلی تاثیر بزرگی داره. همچنان شانس خیلی تاثیر بزرگی داره توی زندگی آدما و ما باید همشون رو به خودمون یادآوری بکنیم که اگر ما با کسی که باش مقایسه میکنیم یه تفاوتایی داریم به خودمون ربط نداره و همچنین اینکه ایدئولوژی که هستش لزوما درست نیستش و اگر ما احساس میکنیم چیزی غلطه پس غلطه. حالا یه گروهی هستن فوزیه جان، بوهمی ها، اصلا تفکر بوهمی. مورد بعدی در واقع میشه که آره مورد بعدی هستش و راه حل بعدی هستش که به نقد همین چیزایی که گفتم میپردازه. این آدمایی هستن که بسیار ساده زیست هستن و کلا سر همین ساده زیستیه، یعنی فلسفهشون ساده زیستیه و همش نقد میکنن و به چالش میکشن این تفکر مادیگرایی رو. خب و بینشون آدم‌های مختلف هستن، پزشک هست، آدم‌های عادی هست معمولا، ولی کسایی هم کسایی که طرفدار این طرز فکر هستن اصولا خیلی کار نمی‌کنن و بیشتر میرن سمت چیزهایی که احساس میکنن روحشون رو جلا میده و در واقع به رشد روحی و معنویشون کمک میکنه، مثل نقاشی، مثل هنر. اصلا اونا معتقدن که زیاد کار کردن و وارد این چرخه شدن که کار کنم پول در بیارم اینا باعث میشه که خلاقیت آدم کم بشه و به نظرشون ارزش آدما به معنویت درونشون بستگی داره، نه به اینکه چیا دارن و چیا ندارن و همواره منتقد این طرز فکرن و به نظر من با وجود اینکه گاهی وقتا خیلی دیگه افراطی کارهایی رو کردن در طول تاریخ اما تأثیرهای خیلی خوبی تونستن در طرز فکر بقیه بذارن و نقدهای خیلی قشنگی به این سیاست و این جامعه مادیگرایی وارد کردن و خالی از لطف نیست که بتونیم راجبشون بیشتر تحقیق کنیم، راجب این طرز فکر و از چیزهایی که میتونیم استفاده کنیم. درست. پریوشان خیلی قشنگ توضیح دادید، ممنونم ازت مثل همیشه. و یه چیزی که برای من خیلی جالب بود این بودش که سری از این راه‌حل‌ها که شما گفتی چیزایی هستن که تو تجربیات زندگی خودم بهشون رسیدم و خیلی برای من جالب بود نکاتی که اشاره شد. یه چند تا نکته دیگه دوستم اضافه بکنم به این روش‌ها و راه‌حل‌های کاهش اضطراب که مثلا در مورد فلسفه خیلی قشنگ بود که در مورد این صحبت کردی که کمک میکنه به اینکه ما معنای زندگی رو در واقع پیدا بکنیم و دوستم اشاره بکنم و ارجاع بدم به دو تا از پادکست‌های خودمون، یکی که در مورد تسلی بخشای فلسفه صحبت کردیم، خیلی قشنگ خود صحبت کردیم در موردش و خب نکات قشنگی داشت که خیلی ارتباط داره به این راه حل فلسفه. و یکی دیگه هم در مورد مرگ ایوان ایلیچ هست که اون هم یک دیدگاه فلسفی یک فرد رو به معنای زندگی نشون میده و هر دو تا پادکست رو من دوستم ارجاع بدم که دوستان اگر علاقه‌مند هستن ببینن تو این زمینه. بعد راه حل دوم هنر بود و هنر به نظر من توی زندگی هر فردی لازم هستش که یک بخش
هنر رو توی زندگیش بگنجونه، چون جایی هستش که انسان پناه میبره به آنچه که نمیشه به صورت فیزیکی لمسش کرد و بیشتر روی احساس هست. و خب به نظر من هنر، چه موسیقی باشه، نقاشی باشه یا هر نوع دیگه ای از هنر، خیلی میتونه به کاهش اضطراب و یک درک دیگه ای از معنای زندگی کمک بکنه. بحث دیگه سیاست بود که مطرح کردی، بحث دیگه چهارم در واقع دین بود و بخش بعدی تفکر بوهمیان بود که دوست دارم یک کوچولو در موردش صحبت بکنم. در واقع بوهمیان یک بخشی است از جمهوری چک و اصولا به لحاظ واژه‌ای گفته میشه به کولی هایی که از این بخش در واقع مهاجرت کردن و بعدها هم به نویسندگان و هنرمندان فقیر پاریسی بوهمیان در واقع گفته میشده. و اینهایی که چیزی که دارن این هستش که بنا رو میذارن، بنای زندگی رو روی صداقت، خلاقیت و عمق در واقع احساس و تفکر میذارن و یک زندگی ساده زیستانه‌ای داشتن و چیزی که میگن این هستش که میشه ارزشمند بود حتی اگر مرفه نباشه. یعنی زندگی ساده‌ای دارن ولی معنای زندگی رو با خلاقیت بیشتر، با درک بیشتر احساس دنبال میکنن. و این هم چیزی بود که دوست داشتم در مورد در واقع بوهمیان اضافه بکنم که این هم تبدیل شد به یک در واقع سبک میتونم بگم هنری و فلسفی. دوستان ممنونم که تا به اینجای کار همراه ما بودید. شما هم اگر کتاب اضطراب موقعیت رو دوست داشتید و همراه ما بودید، ما رو لایک و سابسکرایب کنید. اگر هم دوست داشتید ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.